سلام تمام عزیزانی که دارن این ویدیو رو تماشا میکنن. این دومین ویدیوی کاناله و ما در این ویدیو قراره با هم شروع بکنیم به آنالیز و تجزیه و تحلیل کردن کتاب گلستان. در این ویدیو ما با هم راجع به دیباچه یا همون مقدمه صحبت میکنیم، چرا؟ چون ویدیو اول ما و میخوایم با اون حال و هوای سعدی، با اون لحن و تونی که استفاده کرده یه مقدار آشنا بشیم و اون حالت نوشتار سعدی رو با هم درک کنیم. پس این خیلی مهمه که ما دیباچه رو به صورت درست کنیم. ولی دیباچه خیلی طولانی بوده، 15-16 صفحه هستش و آنالیز کردن کل این ویدیوهای خیلی زیاد ما هم فقط صفحه اول و دوم دیباچه رو آنالیز می‌کنیم و راجعش صحبت می‌کنیم. پس بریم با هم الان شروع کنیم به خوندنش و بعد آنالیزش رو من آغازی داشته باشم. منت خدای را عز و جل، اطاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است، بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبانی که برآید از عهده شکرش به درآید. اعملوا آل داوود شکرا و قلیلا من عبادی الشکور. بنده همان به که به تقصیر خویش عذر به درگاه خدای آورد ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریاش همه جا کشیده. پرده ناموس بندگان به گناه فاحش ندارد و وظیفه روزی به خطای منکر نبرد. ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خرداری. دوستان را کجا کنیم محبوب که با دشمنی نظر داریم. فراش باد صبا را گفته تا فرش زمردی بگسترد و دانه ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در محبوبی بگسترد. درختان را به خلعت نوروزی روای سبز بدن در برید و اطفال شاه را به علوم موسم ردی کلاه شکوفه برنهاد. گساره نانی به قدرت بودجهد خایق شده و تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. همه از بحرت و سرگشته و فرمان بردار. شخص انصاف نباشد تو فرمان نباشد. در خبر است از سرور کائنات و مفخر موجودات و رحمت عالمینان و صفت آدمیان به همه دوران محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم شفیع و مکرم نبی و کریم قسیم و جسیم و نسیم و وسیم. چه غم دیوار و امت را که دارد چون تو پشتیبان، چه باک از موج بحران را که باشد نوح کشتیبان. این دو صفحه اول دیباچه است که ما با هم خوندیم و به طور کلی ما بخوایم یک نگاهی داشته باشیم بر این صفحه اصلی، ما متوجه میشه که سعدی به صورت خیلی عمیقی با خدا در ارتباطه و اون حالت عرفانیت و این تون و درون نوشتار خودش همیشه حفظ میکنه. ما درون شعرهای دیگه‌ای که درون باب‌های آینده، باب‌های 1 تا 8 قرار بخونیم، این حالت عرفانی و این لحن فروتنانه رو از سعدی درون تمام روایت‌هاش میتونیم بخونیم. در اینجا با ستایش خداوند شروع میکنه سعدی و با این که نفس کشیدن ما رو میگه که هر دم و بازدم ما یک نعمتی برای خودشه. با نفس کشیدن و بیرون ما این زندگی رو از خداوند که نعمتی بزرگی هست گرفتیم. چی داره میگه؟ اینجا درون یکی از شعراش که میگه بنده همان به که ز تقصیر خویش عذر به درگاه خدای آورد ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. یه بنده اگه کوتاهی انجام بده باید عذرخواهی رو بره و در درگاه خداوند به جا بیاره، وگرنه هیچ کسی نمیتونه به طور کامل و به اندازه درست خدا رو شکر کنه. اینجا کس نتواند که به جای آورد، این هیچ کسی نمیتونه به اون اندازه درست و به اندازه کافی شکر خدا رو بده. پس همون بهتر که ما اگه اشتباهی میکنیم خودمون میایم رو راست و از خدا کرده بخشش میکنیم به جای اینکه هیچ کاری نکنیم. در ادامه ما می‌بینیم که سعدی میاد میگه
باد و مه و خورشید و فلک در کارند. یعنی تمام آسمان، تمام چیزهایی که درون زندگی ما در حال رخ دادنه همشون با هم در کار هستن تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. یعنی چی؟ یعنی تو یک روزی به دست بیاری، یک روزی حلالی به دست بیاری و اونو به درستی استفاده بکنی. همه از بحر تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که فرمان نبری. داره چی میگه؟ داره میگه تمام اینها سرگشتن و فرمان بردار خداوندن. و حالا چی؟ این انصاف و این درستی نیستش که تو، منظور از تو انسانه، چه از خداوند پیروی نکنی و فرمان نبری و شکر اونو نگیری. در ادامه راجع به پیامبر محمد هم صحبت میکنه و اونو هم یک ستایش کوتاهی میکنه. به طور کلی ما اگه بیایم نگاه بکنیم، سطح یک حالت عرفانی زیادی داشته. از لحن فروتنانه و حتی ما در یکی از باباش هم می‌بینیم که گفته در باب درویشان، اشتباه نکنم در اخلاق درویشان که باب دوم هستش، یک فصل کامل راجع به فروتن بودن، راجع به شکر خدا گفتن، راجع به اطاعت از خداوند می‌کنه. پس ما می‌تونیم این ارتباط قوی سعی با خداوند و ایمان رو ببینیم. این نشون دهنده چی؟ نشون دهنده اینه که ایرانی‌ها همواره به خداوند اعتقاد داشتن، ولی قسمت اسلامش که راجع به حضرت محمد از بعدش داده شد. و این قوم و ریشه اعتقاد خداوند از کجا نشأت میگیره؟ از همون فرهنگ چند هزار ساله ایرانی که در پرستش خدای یکتا اعتقاد داشته. از تمدن مادها تا همین زمانی که چون سعدی در زمان خلفای عباسی زندگی می‌کرده، تمام مردم به خدای یکتا باور داشتند. این نشون دهنده ارتباط قوی ایرانی‌ها با خداوند. پس سعدی با ستایش خدا کار خودش و کتاب خودش رو شروع میکنه و در ادامه راجع به چیزهای متفاوتی که درون زندگی کنونی ما هم هنوز قابل یافتنه صحبت میکنه. پس این نشون دهنده قدرت قدم سعدیه که با گذشت 1000 سال 10 قرن هنوز صحبت‌هایی که درون کتاب خودش میکنه ما میتونیم از این استفاده رو بکنیم و با اون ارتباط برقرار کنیم. نشون دهنده زیبایی، ملموسیت و دلانگیزی نوشتارهای سعدی. امیدوارم که در ادامه که ما با هم شعرهای دیگرش رو آنالیز کنیم به این قدرت نوشتار سعدی این شعر بزرگ پی برده و بتونیم با استفاده از اون به فرهنگ خودمون، به ملیت خودمون افتخار بیشتری بکنیم و اون ارتباط خودمون رو قوی کنیم. ممنونم. امیدوارم که خوب